بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خوشامدگویی شما عزیزان به کانال آزشفا. قبل از شروع کارم از تک تک شما عزیزان خواهش میکنم که همه ویدئوهای منو تا آخر نگاه کنید و کانال منو سابسکرایب کنید تا اینکه دیده بشم و خستگی کار از وجودم بره بیرون. دمنوشی که میخوام به شما عزیزان معرفی کنم دمنوش پوست انار است. پوست انار خشک شده. دمنوش پوست انار دارای خصوصیات فراوانی است. دمنوش پوست انار برای لاغری بسیار مفیده، اشتها را کم میکنه، برای سرفه بسیار مفیده، برای کبد چرب بسیار مفیده، برای عفونت واژن بسیار مفیده، برای معده و روده ها بسیار مفیده. برای کسانی که انگل دارن میتونن هفته 2 مرتبه از این دمنوش استفاده کنن. دارای آنتی اکسیدان فراوانیه و برای ضد سرطانه، کلا با سرطان مبارزه میکنه. پوست انار باعث شادابی پوست میشه، پوست صورت میشه، تمام لکه ها و آکنه های روی صورت رو از بین میبره. دارای آنتی اکسیدان خیلی قوی است و کلا پوست را شاداب میکنه. امیدوارم که شما هم هفته‌ای 2 مرتبه یا 3 مرتبه از این دمنوش استفاده کنید. دمنوشی که میخوایم درست کنیم دمنوش پوست اناره. ابتدا پوست انار رو کاملا تمیز شسته داخل یه قوری میریزیم. آب جوش میبندیم روش. میذاریم به مدت 10 دقیقه به جوشه. بعد از اینکه جوشید کاملا از صافی عبور میدیم. طریقه درست کردن دمنوش پوست انار خشک. بعد از اینکه جوشید کاملا اینو صاف میکنیم با صافی. همراه با آب لیمو همراه با عسل، یه قاشق غذاخوری. البته بعضیا این دمنوش پوست انار همراه با زنجفیل و یا دارچین هم میل میکنن. بسیار مفیده، بسیار مفید. یک ذره تلخ هست ولی خب میارزه به همه چیزش. امیدوارم که شما هم انجام بدین و وقتی این دمنوشا رو هفته 1 مرتبه انجام بدیم، یعنی بدن رو در برابر همه بیماری واکسینه کردیم. دمنوش بهترین داروی سنتی برای بدن است، برای سلامتی است، برای آرامش اعصاب است. دمنوشا واقعا عالی هستند.